همه میگن چک‌ها رو برگشت بزن، اما من میگم نزن. چرا؟ اگه چک‌های خریدار در موعد مقرر پاس نشد و شما خواستی قرارداد رو فسخ کنی، چکاشو برگشت نزن. چون تو قرارداد نوشتی در صورت پاس نشدن چک‌ها در موعد مقرر فروشنده حق فسخ رو داره. زمانی که فروشنده اقدام به برگشت دادن چک‌ها میکنه، در واقع واخواست و مطالبه وجه کرده و نتیجتاً از حق فسخ خودش عدول کرد. در نهایت راهی به جز دادخواست مطالبه وجه براش نمونده و در واقع مالو با تحویل بده و مالک به اون برگه چک است و باید رو اون برگه چک اقدام کنه و مطالبه وجه کنه. بنابراین بهترین کار اینه که در تاریخ مقرر به بانک مراجعه کنه و فقط گواهی کسر موجودی یا عدم موجودی بگیره که از این طریق میتونه دادخواست فسخ خودش رو مطرح کنه و ادامه بده.